های گایز، سلام بچه ها. امروز میخوام راجع به یه موضوع خیلی مهم باهاتون حرف بزنم. چیزی که شاید هیچ وقت جدی بهش فکر نکرده باشید، اما اگه این نشونه ها رو دارید تبریک میگم. خیلی رک بگم، شما یه نابغه اید. بریم سراغ نشونه ها. 1. ذهن همیشه روشن. اگه مغزت هیچ وقت خاموش نمیشه، اگه حتی وقتی میخوابی بازم داری فکر میکنی، تحلیل میکنی، ایده میسازی، بدون این یه نشونه واضحه. سرعت پردازش مغزت از آدمای معمولی خیلی بالاتره. این یعنی تو جلوتر فکر میکنی، جلوتر هم میبینی. 2. کم حرفی در جمع. بعضیا فکر میکنن ساکتی یا شاید خجولی، ولی حقیقت اینه که تو قبل حرف زدن فکر میکنی. اول میسنجی، بعد حرف میزنی. این یعنی عمق داری، یعنی سطحی نیستی. نابغه ها همینطوریه. 3. حساسیت بالا. به نور، به صدا، به محیط شلوغ یا حتی آدمایی که انرژی منفی دارن. خیلی زود اذیت میشی، چون مغزت سریعتر همه چیز رو پردازش میکنه. این ضعف نیست، این برتریه. 4. علاقه های خاص و عجیب. اگه به چیزهای علاقه داری که بقیه درکش نمیکنن، اگه چیزی تو رو جذب میکنه که برای بقیه عادی نیست، این یعنی مسیر فکریت با بقیه فرق داره. این دقیقاً همون چیزیه که آدمای نابغه رو متمایز میکنه. 5. سخت اعتماد کردن. تو راحت به کسی اعتماد نمی‌کنی. حرفها، رفتارها، نگاهها، حتی سکوت آدم‌ها رو دقیق بررسی می‌کنی، چون ذهن تو سریعتر نشونه‌ها رو می‌گیره. این یعنی بدون دلیل کسی نزدیک نمی‌شی. 6. خسته شدن از حرفای بی‌معنی. وقتی کسی فقط حرف میزنه بدون هیچ هدفی، تو سریع حوصله‌ات سر میره، چون مغزت دنبال چیزایی میگرده که ارزش داشته باشه، دنبال چیزایی که رشد بده، نه وقت تلف کنه. 7. خلاقیت